زهرای اطهر صلوات. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله المهدی روحی و ارواح العالمین له الفداء. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بارالله به آنچه رضای تو بر آن است ما رو موفق بدار، از آنچه ناخوشنودی ما رو برحذر کن. در گذر عمر لحظه ای ما رو به خود وامگذار، عاقبت امور ما ختم به خیر بفرما. خب طبق حدیثی رو که دیشب عرض کردیم درباره صلوات و به خصوص 10 صلوات، امشب هم که شب شهادت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها 10 صلوات رو به محضر مقدسشون تقدیم کنیم با 1 صلوات بلند. حالا امشب بیاید یک کاری بکنیم، به جای 9 تا دیگه 99 تا دیگه صلوات بفرستیم که نفری 100 صلوات رو به محضر مقدس بیبی دو عالم تقدیم کرده باشیم. منم قضاشو بعد از صحبت به جا میارم چون دیگه نمیشه الان من بگم، ولی شما 100 صلوات رو امشب تقدیم کنید. 5 دقیقه هم طول میکشه دیگه، با گوش دادن منافاتی نداره. خب مجددا خدا رو شکر میکنم از توفیقی که در محضر شما عزیزان هستیم. گفتیم که ما 3 شب رو از دیشب و امشب و فردا شب آیاتی از قرآن کریم رو درباره وجود مقدس حضرت زهرا عرضه بداریم. دیشب از همین اول که شروع کردیم آیه مباهله بود و آیه شجره طیبه و کلمه طیبه. امشب قرار شد که آیه نور رو عرضه بداریم. بحثای سرکار خانم شاملو هم که قبل از صحبت میگن خیلی دلنشین و جالب و هم دیشب و هم امشب یه بخشی از توصیفاتی که درباره وجود مقدس حضرت زهراست مطرح میکنه. درباره امشب فزه خادمه حضرت سخن گفتن که 20 سال فقط با قرآن سخن میگفتن. این رو انشاءالله بعد از صحبت یا اواخر صحبت داستانی که درباره ایشون از عبدالله ابن مبارک نقل شده انشاءالله عرض میکنیم. و اما آیه نور رو من تقاضا کردم که اگر امکانش باشه منعکس بشه. میشه یا نمیشه دیگه؟ یا رو تلویزیون نشون داده؟ نشون داده میشه. خب چه بهتر، چون بعد آیه رو ببینید. آیه کمی طولانی است و به خصوص که کلمه به کلمه شو میخوایم روش دقت کنیم انشالله. یک بار من آیه رو عرضه میدارم، بعد بر میگردیم کلمه به کلمه دنبال میکنیم. الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمین است. مثل نورهی کمشکات فیها مصباح، مثل نور خدا مثل چراغدانی است که در آن چراغی باشد.
المصباح فی زجاجه، آن چراغ در حبابی بلورین. از زجاجه کأنها کوکب دری، آن حباب بلورین گوییا ستاره است درخشان. یوقد من شجرة مبارکة زیتونه، و آن ستاره درخشان از خلال درخت مبارک زیتونی فروزش می کند. لا شرقیة ولا غربیه، نه شرقی است و نه غربی. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، نزدیک است که روغن آن چراغ نورافشانی کند اگرچه آتشی بدان نرسد. نور علی نور یهدی الله لنوره من یشاء، نوری بر فراز نوری دیگر. خداوند هر کس را بخواهد به نور خود هدایت می کند. و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شیء علیم. خداوند مثلها رو برای مردم بیان می کند و خداوند به همه چیز عالم و داناست. این آیه با یک عبارت توحیدی شروع میشه و ادامه او درباره امامت اهل بیت علیهم السلام با دلالتی که روایات برای ما داشتن. الله نور السماوات والارض، خداوند نور آسمان ها و زمین است. بعضیا گفتن نور هدایت، برخی گفتن نور وجود. به هر معنایی که بگیریم نور خداست. آنچه در برابر خدا قرار بگیره ظلمته. بقیه نورها هرچه هستند نورانیتشون رو از خدا داره. همچنانی که حق رو قرآن میگه خداست. ذالک بأن الله هو الحق، آیه 62 سوره حج. حق خداست، هرچه خدایی باشه دارای حقه. در آیه 8 سوره اعراف میفرماد که والوزن یومئذ الحق، وزن در روز قیامت حقه. یعنی حقم یعنی خدا، هرچه خدایی باشه دارای وزن. ایمان به خدا، محبت به خدا، عمل برای خدا، ایمان به رسول خدا، محبت به اولیاء خدا، خدمت به بندگان خدا برای خدا، اینا همه دارای وزن. عملی هم که انگیزه خدایی درش نباشه در قیامت دارای وزن نیست. حالا اینجا هم داره که الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمین. مثل نورهی کمشکات فیها مصباح. بعد در ادامه میاد مسئله های نور خدا رو بیان میکنه. اول هم یک مسئله، به آخر آیه میرسه میشه امثال و یضرب الله الامثال للناس. یعنی مثل رو خدا شاخه میده، باز میکنه، هر قسمتی برای معرفی یکی از امامان اسلامی. مثل نورهی، خداوند مثل نداره اما مثل داره. لیس کمثله شیء، هیچ چیزی مثل او نیست. اما در قرآن میگه وله المثل الاعلی فی السماوات والارض، خداوند مثلی برتر دارد. مثل خدا یعنی اون حقیقتی که یک جلوه ای از عظمت خدا رو نشون میده، این میشه مثل. مثلا یک قطره مثل دریاست، نمونه ای از دریاست اما مثل دریا نیست. خب میگه خدا نوره، بعد این نور خدا مثلی دارد که البته بعدم باز میشه مثلها. مثلهای نور خدا چه چیزی میتونه باشه؟
در روایات ما این مسئله ها رو گفتن که وجود مقدس ائمه اهل بیت علیهم صلوات الله اجمعین هستند. در تفسیر نورالثقلین حدیثی رو از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که فرمودند این آیه و قسم خوردند والله این آیه مثلی است که خدا برای ما اهل بیت قرار داده. خب میتونستن بگن مثل نورهی محمد و علی و فاطمه و الحسن صلوات کن. نام ببرن، اما میدونیم به دلایلی قرآن درباره ائمه هدا و هست زهرا تصریح به اسم نمی کنن. دلایل خاص خودش رو هم داره. شاید حالا اگر سوال بود من مفصل‌تر عرض بکنم که چرا نام امیرالمؤمنین در قرآن نیامده، چرا نام هست زهرا نیامده، با اینکه از هست مریم بالاترن. نام هست مریم اومده اما نام هست زهرا نیامده. در این آیه هم که خداوند میخواد معرفی بکنه اسم نمیبره، به جای اسم تشبیه میکنه. حالا کلمه آیه رو بیاین جلو. این آیه از آیاتی است که میگن مداومتش فوق العاده نورانیت میاره. اگر بشود بعد از هر نماز آدمی آیه رو بخونه آثار عجیبی خواهد داشت. خدا نور آسمان ها و زمین است. مثل نور خدا مانند مشکاتی است که در آن چراغی باشد. مثل نور خدا اون انسان ولی خداست، یا رسول اکرم یا امیرالمؤمنین. منتها اینجا هر کدام بر یک مورد تطبیق میکنه. میگه مثل نور خدا مثل یک چراغدانی است که در آن چراغی باشد. روایات ما گاهی گفتن که مشکات یعنی جای چراغ. در قدیم در دیوار یه حفره ایجاد میکردن، مشعل یا شمع یا چراغ رو داخل او قرار میدادن، منعکس میشد. در این کلیساهای قدیمی من دیدم که اون حفره جای چراغ وجود داشته. مثل نور خدا مثل یه چراغدانی است. بعدها این چراغدان رو از طاق میآویختن، میگفتن قندیل. الان هم این لوسترها همین حکم داره، یعنی جای چراغدان. مثل نور خدا مثل یک چراغدان است. یعنی یکی از مسئله نور خدا رو با کلمه مشکات معرفی میکنه. یک روایت داره که مشکات قلب مطهر رسول خداست. در روایات بیشتری داریم که مشکات وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها است، که البته او قلب پیغمبر هم هست. این روایات رو میشه همه رو با هم جمع کرد. هست زهرا قلب رسول الله، هست زهرا مشکاته. واقعا هم چراغدان بودن دیگه. 11 چراغ امامت و ولایت از وجود او نتیجه شد. خب مثل نورهی که مشکات فیها مصباح، مثل چراغدانی است که در آن چراغی باشد. مصباح رو باز روایات ما گفتن مصباح اول حسن بن علی امام مجتبی سلام الله علیه، فیها مصباح الحسن بن علی. این متن روایات ماست. یعنی چراغ داخل این چراغدان که خداوند به عنوان مصباح گفتن وجود مقدس امام مجتبی است. مصباح تکرار میشه مثل یک چراغدان 2 چراغه. المصباح حسین بن علی علیه السلام. این هم باز متن روایت، یعنی 2 تا چراغ در وجود مقدس حضرت زهراست یا از اون نشأت میگیره. چراغ اول امام حسن، چراغ دوم امام حسین سالار شهیدان، که در روایات هم داریم ان الحسین مصباح الهدی و سفینة النجات.
این روایت از این آیه اخذ شده. امام حسین مصباح هدایته، امام حسن هم همینطور. پیغمبر اکرم فرمودن الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. این حتی روایت و اهل سنت هم نقل کردن. دو سرور جوانان اهل بهشتن و هما امامان قاما او قعدا. این دو امامند، چه قیام کنن و چه بنشینن. خب مصباح دوم امام حسین علیه السلامه. المصباح فی زجاجة، این خود این چراغ توی زجاجه یعنی شیشه در یک حباب بلورین هست. از زجاجه، این حباب بلورین که انها کوکب دری، گویا ستاره است درخشان. باز روایات ما تصریح دارن المصباح فی زجاجه، این حباب بلورین علی بن الحسین، امام زین العابدین علیه السلام. زجاجه تکرار میشه، از زجاجه، این حباب بلورین محمد بن علی الباقر، امام تکرار اینا عنایت درشه. زجاجه اول رو گفتن امام سجاد، اون حباب اول، حباب بلورین دوم امام باقر علیهم السلام. خط آیه رو روایات برای ما روشن کردن، تا اینجاهاش رو هم دونه دونه تطبیق کردن. حتی یه روایتی تا امام زمان علیه السلام پیش رفته و تطبیق کرده. اما وقتی خط آیه روشنه و امام صادق فرمودن این آیه رو خدا برای معرفی ما امامان اهل بیت گفتن، از این به بعدش رو دقیقاً میتونیم مسئله ها رو پیدا بکنیم. آیه رو شما میبینید الان بله؟ یا نمیبینید؟ برداشتن؟ آها، چون میخوام دونه دونه این کلمات خب هستش. اگر آیه رو ببینید خیلی خوبه. از زجاجه که انها کوکب دری، این حباب خودش گویا ستاره است درخشان. مسئله بعدی که تو این آیه هست کوکب دری که میتونه منطبق باشه با وجود مقدس امام صادق علیه السلام که واقعا هم ستاره‌ای درخشان در امامان اهل بیت بودن. یعنی یه فرصتی پیش اومد در جابجایی حکومت و دست به دست شدن از بنی امیه به بنی عباس. او سالای آخر اونا گرفتار بودن و حکومتشون تضعیف شده بود. سالای اول حکومت بنی عباس هم اونا هنوز موقعیتشون تثبیت نشده بود. حدود 20 سال تقریباً امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما فرصت پیدا کردن که معارف اهل بیت رو نشر کنن. ای که برای امام صادق حتی اهل سنت 4000 شاگرد رو ذکر کردن. یعنی می اومدن می شستن استفاده می کردن از مجلس درس امام صادق علیه السلام. خیلی هاشون هم از علمای اهل سنت بودن ولی می اومدن بهره می بردن. از جمله ابو حنیفه که لقبش نعمان بود، خود او میگه لولا السنتان لهلک النعمان، اگر او 2 سال شاگردی من از امام صادق نمی بود نعمان هلاک شده بود. یعنی خودشو داره میگه. خب امام صادق علیه السلام مثل ستاره‌ای درخشان در افق دانش اهل بیت درخشیدن و حتی علم اسلامی رو در حتی حوزه‌های غیر تشیع و حوزه اهل سنت بالا بردند و رایج کردند. خب حالا آیه رو دنبال کنید. مسئله بعدی چی میتونه باشه؟ کوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونه. این ستاره درخشان فروزش میکند
وقد یعنی آتش افروزی، یعنی فروختن و جلوه کردن آتش. این ستاره درخشان نور میپردازد از خلال درخت مبارک زیتون. یوقد من شجرة مبارکة زیتونه. شجره مبارکه زیتون تعبیری است که گویا برای وجود مقدس امام هفتم به کار رفته. خب چرا شجره؟ تعبیر شجره به چه مناسبته؟ گویا باید از این جهت باشه که عمده نسل پیغمبر اکرم از امام هفتم به جای مونده. عمده سادات موسوی هستند. تا زمان امام هفتم ائمه هدا خیلی در تکثیر نسل اهتمام داشتن و خود امام هفتم علیه السلام همین بوده و فرزندان فراوانی داشتن. عمده نسل پیغمبر اکرم از امام هفتم بوده. یوقد من شجرة مبارکة زیتونه لا شرقیة ولا غربیه. این درخت نه شرقی است و نه غربی، یعنی عالمگیره و نسل پیغمبر اکرم همه جا رو فرا میگیرن. خب مثال بعدی چی میتونه باشه یا مثل بعدی یکاد و زیتها یضیء. زیت روغن چراغ‌های گردسوز رو به اصطلاح کسانی که سنشون مثل منه دیدن، شاید جدیدن هم خب گاهی تو فیلم ها حداقل دیدید. چراغی بود که نفت، یه مخزن نفت داشت، بعد با یه فتیله می اومد بالا، با کبریت روشنش میکردن، شیشه میذاشتن، نور میداد. قبل از اینکه نفت باشه روغن چراغ به کار میبردن. روغنهای مخصوصی که به اصطلاح سوزنده بود میریختن توی چراغ، ای از فتیله میومد بالا، روشن میشد، فضا رو روشن میکرد. میگن یکاد و زیتها. زیت اون مخزن انرژیه که گویا به امام هشتم سلام الله علیه تعبیر شده که مخزن انرژی چراغ ولایت و امامت. این روغن نورافشانی می کند اگرچه آتشی بدان نرسد. یعنی خود این امام بزرگوار نورافشانی میکنه. اتفاقا در زندگی امام هشتم هم همین طور بود. بعضی از بزرگان گفتن که بین امامان شیعه 3 امام خیلی درخشیدند. اول امیرالمؤمنین، درخشش ظاهری، وگرنه کلهم نور واحد، همه یه نور بود. امیرالمؤمنین علیه السلام از نظر ظاهری و به اصطلاح اسلام به دست او رونق گرفت. امام صادق علیه السلام از نظر فرهنگی، امام رضا سلام الله علیه از نظر سیاسی و اجتماعی و علمی. بعد از شهادت امام هفتم، امام رضا در مدینه رسما مجلس درس تشکیل دادن، امامتشون رو مطرح کردن. بعد او رو میترسوندن شیعیان، میگفتن که هارون دیروز پدر شما رو به شهادت رسون، شما با چه جرأتی این کارو میکنیم؟ میفرمودن از هارون به من صدمه ای نمیخوره. وقتی شیعیان خیلی نگران میشدن میفرمودن که من هم کلام رسول خدا رو میگم. پیامبر اکرم فرمودند اگر از ابی جهل به من صدمه ای رسید من پیغمبر نیستم، اگر از هارون به من صدمه ای رسید من امام نیستم. از او ور پلو هارون بدگویی میکردن، میگفتن این راه پدر خودش رو ادامه میده، علنا مجلس درس گذاشته، مثل که خدا رعبی در دل او انداخته بود که جرأت کاری نداشت. حتی یه بار سر یحیای برمکی داد کشید، گفت یعنی میگید من شمشیر دست بگیرم همه آل پیغمبر رو بکشم؟
10 سال امامت امام رضا در زمان هارون بود. هیچ متعرض حضرت نشد. حضرت علنا مجلس درس تشکیل میدادن. چنان آوازه امام بلند شد که دیگه همه عالم اسلام رو فرا گرفت و مورد توجه همه قرار گرفت. امام رضا سلام الله علیه چند سال امامت کردن؟ 20 سال. در 5 سال بعدی دوره امین بود، امین عباسی. 2 برادر امین و مأمون با هم درگیر بودن، دیگه فرصت این که بخوان به امام رضا بپردازن نداشت. 5 ساله بعد زمان مأمون عباسی بود. مأمون دیگه حضرت رو به خاطر کارهای خودش دعوت کرد به مرو و مسئله ولایت عهدی رو به حضرت داد. حضرت هم با شرایطی که هیچ دخالتی در کارهای حکومتی و در قضاوت نداشته باشند پذیرفتن، یعنی از آلودگی دستگاه خلافت خودشون رو نجات دادن، ولی زمینه رشد تشیع رو فراهم کردن. دیگه شیعه رسمیت سیاسی اجتماعی پیدا کرد و بعد از امام رضا علیه السلام تشیع به سرعت رو به پیشرفت گذاشت و نوشتن بیشترین پیشرفت تشیع در زمان بنی عباس بود بعد از امامت امام رضا علیه السلام. با اون نماز بارانی که خوندن، با مناظراتی که با علمای اهل سنت داشتن، با مباحثاتی که با علمای سایر ادیان و مذاهب داشتن، جلوه عظیمی بر امامت تشیع ایجاد شد. یکاد زیتها یضیء، این روغن این چراغ نورافشانی می کند. ولو لم تمسسه نار. مثال بعدی، نار یعنی آتشی که چراغ با او روشن میشه. نار میدونید که گاهی برای مفاهیم مقدس به کار میره. تو روایت امیرالمؤمنین علیه السلام هست حب الله نار، محبت خدا یک آتشی است که هر کجا بره پلیدی ها رو میسوزونه، تو هر قلبی که بیاد پلیدی ها رو از بین میبره. حب الله رو به نار تعبیر میکنن. در فارسی هم داریم که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست، یا ذاتش عشق دل به جوش و خروش. خلاصه نار گاهی برای مفاهیم مقدس به کار میره. در این عبارات نار امامی است که دیگه چراغ امامت با او روشن شد. میگن در خصوص امام جواد یه ویژگیه، هر کس به او ایمان داره دیگه ایمانش کامله. در امامان قبلی هی انشعاب ایجاد میشد. فتحیه بودن به امام هشتم ایمان نیاوردن، یا دیگرانی بودن زیدیه، واقفیه، دسته دسته می شدن. بعد ولی از زمان امام جواد هیچ انشعابی ایجاد نشد. ایمان به او کمال ایمان بود دیگه. هر کس به او ایمان آورد امامان بعدی رو هم قبول داشت. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار. حالا یه لطافتی توی تعبیره. میگن روغن این چراغ یعنی امام هشتم نورافشانی میکند اگرچه آتشی به او نرسه، یعنی اگرچه امام بعدی به او ملحق نشه. امام رضا سلام الله علیه 20 سال امامت کردن. وقتی از دنیا رفتن امام جواد چند ساله بودن؟ یا 7 ساله یا 9 سال، حد اکثر 9 سال، یعنی حداقل 11 سال از دوره امامت امام رضا علیه السلام بدون فرزند بودن. گاهی نگران می شدن شیعیان، می گفتن آقا امام بدون فرزند نمیشه. حضرت می فرمودن که نگران نباشی، خدا به من فرزندی عطا میکنه. تا اینکه بعد از مرگ هارون 1 سال بعدش خداوند امام جواد رو به امام رضا عطا کرد. حالا به این آیه توجه کنید. روغن این چراغ نورافشانی می کند اگرچه آتشی به او نرسه، چون باید یه آتشی بیاد کنار فتیل روشن بشه. خود این روغن نورافشانی میکنه. به ممثلش برگردید. امام هشتم نورافشانی میکند اگرچه امام بعد امام جواد هنوز به او ملحق
نشده باشه. از دو امام بعد، امام هادی و امام عسکری، با کلمه نور تعبیر میکنن. نورن علی نورن، نوری بر فراز نوری دیگر. دو امامی که عمده عمرشون رو در حصر بودن یا در پادگان نظامی بودن. شیعیان نمیتونستن زیاد باهاشون ارتباط برقرار کنن که مقدمه غیبت امام زمان علیه السلام هم بود. نورن علی نورن. اتفاقا یکی از اسمهای مبارک امام دهم، امام هادی، کلمه نوره. نورن علی نور. یهدی الله لنوره من یشاء. آخرین مثل نوره، نور خدا. خداوند هر کس رو بخواهد به سوی نور خودش هدایت میکنه، یعنی به سوی امام زمان علیه السلام. و یضرب الله الامثال للناس. خدا مثلهای خودش رو برای مردم تبیین میکنه و باز میکنه. یعنی مثلهای نور امامت و ولایت رو در این آیه به مردم معرفی کردن. والله به کل شیء علیم. خداوند بر هر چیزی آگاه است. خب این نوره آخر امام زمان علیه السلام. شاید چون دیگه اینوش روایت نداریم، اون نوره اول وجود مقدس پیغمبر اکرمه که امیرالمؤمنین هم نفس رسول الله دیگه. یه مثل برای هر دو اومده، شاید به این شکل باشه. الله نور السماوات والارض مثل نوره در اول، یهدی الله لنوره در آخر، که روایات متعددی داریم ای لنور الامام. خب این آیه من خلاصه عرض کردم، انوار مقدس معصومین پیامبر اکرم و اهل بیت رو به ما معرفی میکنه. در آیه بعد نمیدونم تا 40 دقیقه برنامه ما چقدر شد الان، من شروعش رو توجه نکردم. 40 دقیقه شد یا نشد؟ نشده؟ بله؟ آها، نیم ساعت. خب توی 10 دقیقه اگر امکان داره آیه 36 رو حالا لطفاً بیارید. نوشتن فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. این انوار مقدس آیه بعد مربوط به زیارت. ما دیشب خواهش کردیم که این آیه رو تا آیه 40 دنبال کنید ببینید. حالا دیگه نپرسیم کیا دیدن ها، یا بپرسیم. حالا به هر حال امشب که بحثش رو گفتیم. آیه بعد میگه فی بیوتن، در خانه هایی که. چه چیز در خانه هایی؟ این مسئله هایی رو که خدا معرفی کرده کجا باید سراغش رو گرفت؟ اینها در خانه هایی هستند که خداوند اذن داده است که رفعت یابند و نام او در آن خانه ها ذکر شود. این خانه ها کدوم خونه ها هستند؟ ائمه هدا در زمان حیاتشون بیتی داشتن، بعد از حیاتشون هم بیتی دارن. بیتشون حرمهای اونهاست. ما چند حرم در اسلام داریم؟ در امت اسلامی ما 7 حرم داریم. یه دونش مال خداست، 6 حرم مربوط به پیغمبر اکرم و اهل بیت اوست. حرم خدا مکه است، نه خود خانه و نه خود شهر. منطقه حدود 4 فرسخ در 4 فرسخ. وقتی که ابراهیم خلیل خانه کعبه رو بنا کرد، دست به دعا بلند کرد، گفت رب اجعل هذا البلد آمنا، یا رب اجعل هذا بلدا آمنا. خیلی متشکرم، ببخشید. بله چشم. اللهم صل. سخنرانی با سوال و جواب، چون گفتن تا 30 دقیقه دیگه ادامه بدیم. با سوال و جواب یا فقط صحبت رو؟ الان 34 دقیقه شد. خیلی خوب. حالا به هر حال این آیه تمام بشه، حیفه که این بحث ناتمام بمون.
وقتی که خانه کعبه رو بنا کردن دست به دعا بلند کرد، رب اجعل هذا البلد آمنا، یا رب اجعل هذا بلدا آمنا. دو آیه است. خدایا این سرزمین رو بلد امن قرار بده. دعای ابراهیم خلیل مستجاب شد. منطقه‌ای به وسعت 4 فرسخ در 4 فرسخ شبیه یک زوزنقه است تقریبا. این به عنوان حرم امن الهی معرفی شد که حرم احکامی داره. و من دخله کان آمنا. اولا انسان سرزده نمیتونه وارد حرم بشه، باید در میقات لباس احرام بپوشه، وقف بندگی بشه، با لباس بندگی وارد خانه خدا بشه. اگر کسی به حرم پناهنده شد، هیچ کس نمیتونه متعرض او بشه تا از حرم بیاد بیرون. حیوانات در حرم در امنیتن. صیاد حق صید نداره. اگر صیادی صیدی رو، یه شکاری رو دنبال کنه، این شکار از مرز حرم وارد بشه. مرزهای حرم کاملا مشخصه. الان حاجی‌ها که میرن تابلوی ورودی زده بدایت الحرم. مثلا از مسجد تنعیم که رد میشیم حرم شروع میشه. الان شهر بزرگ شده، قدیما شهر کوچیک بود، حرم خیلی بزرگتر بود. اگر شکارچی شکاری رو دنبال میکنه، همین که شکار وارد حرم شد دیگه حق تیراندازی نداره. اگر خود او داخل حرم باشه، شکارچی بیرون حرم باشه، حق تیراندازی نداره. خانه امن. روایت جالبی است. یکی از اصحاب به امام صادق علیه السلام عرض میکنه که من بدهکاری داشتم پیداش نمی کردم که پولم رو ازش بگیرم. در حال طواف یه دفعه او رو دیدم، خوشحال شدم، گفتم الان میرم حقم رو مطالبه میکنم. خواستم برم جلو، گفتم اینجا حرمه، اجازه این کار رو دارم یا ندارم، مسائل بیرون حرم رو میشه اینجا مطالبه کرد. احتیاطاً این کار رو نکردم. بعد از امام سوال میکنه که حق داشتم این کار رو بکنم؟ حضرت فرمودن نکنه نگاه طلبکارانه به او کرده باشی که دلش مضطرب بشه. اینجا حرم امن الهی است. بعد از حرم خدا ما 6 تا حرم داریم. مدینه حرم رسول الله صلی الله علیه و حضرت صدیقه کبری و 4 امام بقیه. نجف حرم امیر المؤمنین علیه السلام. اللهم کربلا حرم سالار شهیدان. کاظمین حرم امام هفتم حضرت موسی بن جعفر و امام نهم امام محمد تقی. سامرا حرم امام 10 و 11 امام علی نقی و امام حسن عسکری سلام الله علیهم. و مشهد مقدس حرم حضرت سامن الحجج علی ابن موسی الرضا سلام الله. 6 و حرم خدا مجموعاً ما 7 حرم داریم. این 6 حرم بیوتی هستند که تو این خونه بیان شده، تو این آیه بیان شده. این مسئله های خدا کجا هستند؟ در این خانه ها. حرم امیرالمؤمنین، حرم رسول اکرم، حرم امام رضا و همه امامان بیوتی هستند که اذن الله ان ترفع، خدا اذن داده که رفعت یابن. چطور مسجد میگن یه مناره‌ای داشته باشه که شاخص باشه از دور مردم ببینن، حرم امام هم گویا همینه. فی بیوت اذن الله ان ترفع، یا الله جان سلام، و یذکر فیها اسمه،
خدا اذن داده که اینا بالا برن، هم معنوی هم مادی، و نام او در آن خانه ها برده شود. خب یعنی مردم برن تو حرم اهل بیت خدا رو ذکر کنن. این کار رو همه جا میشه کرد، اما خدا اجازه داده اینجا پایگاه باشه. یه معنای دیگه هم میتونه داشته باشه، و یذکر فیها اسمه، نام خدا تو این خونه ها برده بشه. اسم میگن دو گونه است. اسم چیزیست که انسان رو به صاحب اسم دلالت میکنه. گاهی لفظ کلمه سعدی ذهن ما رو متوجه او ادیب توانمند میکنه. آیا کتاب گلستان هم همین کار رو میکنه یا نه؟ پس خود کتاب گلستان هم اسمه. ائمه هدا فرمودن که نحنو اسماء الله الحسنی، ما اسم خداییم، اسم حسنا. یعنی امیرالمؤمنین اسم الله، امام حسین اسم الله، امام رضا اسم الله، همه امامان هدا. خب حالا با توجه به این حدیث خدا اجازه داده که مردم برن توی خونه ها اسم الله رو یاد کنن. یعنی چه کسانی رو؟ یعنی خود ائمه رو. یعنی خدا اجازه داده مردم برن با ائمه هدا توی بیوت حرف بزنن، برن با امیرالمؤمنین حرف بزنن، برن مشهد با امام رضا حرف بزنن، یا الله سلام علیکم، برن در سامرا با امام 10 و 11 سخن بگن. خدا اذن داده. اگر تا امشب سوال میشد که آیا در قرآن درباره زیارت اهل بیت آیه‌ای داریم، شاید فکر میکردیم که نداریم، ولی این آیه زیارت رو به صورت ظریفی بیان میکنه که حالا امشب به برکت وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها بیان شد. پس زیارت اهل بیت یک امر قرآنی است. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. خب ادامه میدن یسبح له فیها بالغدو والآصال. در این خانه ها صبحگاه و شامگاه خدای را تسبیح میکنند. چه کسانی؟ رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. مردانی و مؤمنانی که تجارت و خرید و فروش و امور دنیا اونها رو از یاد خدا به لهو نمی اندازن. یعنی اولیاء خدا میرن تو حرم اهل بیت، اونجا نافله میخونن، تسبیح میکنن، خدا رو یاد میکنن. یعنی این آیه معرفی میکنه که حرم امامان اهل بیت پایگاه عبادت و بندگی خداست. روایات ما هم متعدد میگن منظور از این بیوت همین خانه های اهل بیته. حتی در یکی از تفاسیر اهل سنت در تفسیر ثعلبی حدیثی اومده که پیغمبر اکرم فرمودن بیوتی که تو این آیه میگن بیوت الانبیاء. بعد ابوبکر اونجا میپرسه و بیت فاطمه منها، آیا خونه فاطمه جزء این بیوته؟ پیامبر اکرم فرمودن نعم من افاضلها، از برترین این بیوته. پس ببینید چه آیه ظریفی درباره چشم، چه آیه ظریفی، مباحث ظریفی درباره زیارت تو این آیه است. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. مردانی که تجارت و خرید و فروش آنها را از یاد خدا به لهو نمی اندازه. و اقام الصلاة و ایتاء الزکات، از اقامه نماز، از ایتاء زکات و پرداخت زکات غافلشون نمیکنه امور دنیا.
یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار، نگران روزی هستند که چشمها و دلها دگرگون میشه. که خب البته اولیاء خدا از قیامت نگرانند و قیامت دادگاه دیگه، دادگاه عدل الهی است. بالاخره هر کس رو میخوان به دادگاه احضار کنن، تا حساب و کتابش تموم نشده جای نگرانی است. لیجزیهم الله احسن ما عملوا، خداوند هم وقتی بخواد به اینها پاداش بده، بهترین اعمال اونها رو ملاک پاداش قرار میده. آیه اینطوری که من از این آیه احساس میکنم، میخوان نمره نماز بهشون بدن، بهترین نمازشون رو انتخاب میکنن. خیلی مژده بزرگی است. نمره انفاق، بهترین انفاق رو، البته این مال او کسانی است که اهل دنیا نیستن، اهل خدا، شیعیان والا مقام. و یزیدهم من فضله، او وقت خدا از فضل خودش هم بر اینها میافزاید. بهترین عملشون رو ملاک نمره قرار میدن، یا بهتر از عملشون بهشون نمره میدن. و یزیدهم من فضله والله یرزق من یشاء بغیر حساب، خداوند هر کس رو بخواهد بی حساب روزی میده. خب این 3 آیه درباره ائمه هدا و حرمهای اونها 35 36 37 38 4 آیه. 2 آیه بعد در برابر منکران امامت و غاصبان امامت. هم دیگه وقت امشب ما تمام شد، هم دیگه حالا او رو مطالعه کنید. اگر نکته ای بود بعد بفرمایید که دنبال کنیم. ولی معرفی میکنن کسانی که امامت اهل بیت رو عمدن زیر پا گذاشتن، در قیامت از اعمال خودشون هیچ بهره ای نمیبرن، و کسانی که غصب کردن، حالا در این آیه اشاراتی نسبت به اونهاست، روایات ما هم در این زمینه بحث دارن. خب ما به لحاظ اینکه وقتی برای سوال و جواب بمونه، بحث رو همینجا خاتمه میدیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. فقط این نکته رو من عرض کنم که شاید حدود 30 سال پیش بود، عازم سفر مشهد بودم. 2 ساعت به حرکت رفتیم خدمت استادی که به اصطلاح درس تفسیر پلوشون میخوندیم. این آیه رو اجمالاً میدونستم، به ایشون گفتم که شما این آیه رو تفسیر کنید. در 10 دقیقه، چون بیشتر فرصت نبود، این تطبیق رو انجام دادن. البته نه به این تفصیلی که بنده گفتم. بعد تمام او سفر ذهن من متوجه این آیه بود که چقدر قرآن کریم زیبا ائمه هدا رو یکی یک به ما معرفی کرد. خب حالا اگر سوالی هست در خدمتتون. بله؟ درباره فزه خادمه حضرت زهرا سلام الله علیها داستانی رو نقل می‌کنند از فردی به نام عبدالله ابن مبارک. خیلی ممنون. میگه من از سفر حج برمیگشتم، مرکب راهواری داشتم، گاهی جلو قافله حرکت میکردم، 2 دفعه ملحق میشدم. یه دفعه مقداری که راه افتادم رفتم جلوی خانمی با سن و سال بالایی رو دیدم تو بیابان تنهاست. من نگران شدم که این خانم تنها با این سن و سال تو بیابون چی کار میکنه. رفتم جلو، سلام کردم، با عبارتی از قرآن جواب سلام منو داد. گفت و السلام علی من اتبع الهدی. گفتم شما تنها توی بیابان چه میکنید؟ گفت و وجدک ضالا فهدی. گم شده بودی، تو رو هدایت کردی. فهمیدم گم شده.
گفتم از کجا میایین؟ گفت سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله. آیه اول سوره اسراء که میگه خداوند شبانه پیغمبر خودش رو سیر داد از مسجد الحرام به مسجد الاقصی. فهمیدم که از سفر حج برمیگرده. گفتم که قضا میل دارید براتون بیارم یا بدم؟ گفت و اتم الصیام الی اللیل، روزه رو به شب برسونید. فهمیدم روزه است. گفتم که آب چی؟ دیدم هیچی همراهش نیست. گفتم آب ندارید نمازتو جون چه میکنید؟ باز آیه قرآن خوند فإن لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. میگه گفتم که مایل هستید من کمک کنم شما رو به قافلتون برسونم؟ گفت و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله. باز یه آیه قرآن خون. هر کار خیری انجام بدید در نزد خدا مییابید. گفتم که خب پس بفرمایید سوار مرکب بشید. من نشسته بودم. گفت لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. اگر دو خدا در آسمان و زمین می بودن آسمان و زمین به فساد کشیده می شد. فهمیدم که دوست نداره با من سوار مرکب بشه. من پیاده شدم. به او گفتم شما سوار بشید. مراقب بودم سوار بشه. من نگاهش می کردم. گفت قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، که آیه سوره نوره. به مردان مؤمن بگو چشماشون رو فرو بیندازن. خب من کنار رفتم، سوار شد، این آیه رو خوند سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. میگه اومدیم و با نشونه هایی که داد گشتم قافله رو پیدا کردم. گفتم شما در این قافله کسی دارید؟ گفت المال و البنون زینت الحیات الدنیا. فرزندان و اموال زینت دنیا. فرمیدم پسرانش در این قافله. گفتم اینا زائرند یا سمتی دارند؟ گفت و علامات و به نجم هم یهتدون. به خلاصه ستارگان شما هدایت میشید. فهمیدم که اینا راهنمای قافله. گفتم اسمشون چیه؟ 4 آیه خوند، 4 تا نام رو معرفی کرد. یا یحیی خذ الکتاب بقوه، یا ابراهیم اعرض عن هذا و ما محمد الا رسول. فهمیدم که اسم این فرزندان ایناست. رفتم دم قافله صدا زدم یا یحیی یا محمد یا ابراهیم. اینا اومدن. گفتم یه همچی خانومی است. گفتن بله. کجا بود؟ گم شده، مادر ماست. اومدن مادر رو با عزت و احترام بردن. ما هم رفتیم ببینیم چه خبره. بعد غذا آوردن به من. گفت که کلوا واشربوا ولا تسرفوا. با آیه قرآن باز گفت. من قسم خوردم گفتم تا نفهمم شما چه کسی هستید دست به غذا نمیدم. بعد پسران او رو معرفی کردن. گفتن این مادر ماست، فزه خادمه حضرت زهرا سلام الله علیها. 20 ساله که جز با قرآن سخن نگفته. خب بازم یه صلواتی برای روح فزه خادمه خواهد. دیشب ما گفتیم که یه معلمی داشتیم. چشم تا 10 الان 9:50 تا 10 تمام کنیم. چشم. دیشب ما گفتیم یه معلمی داشتیم. این وقتی درسش تمام میشد میگفت هر کس جرأت داره سوال کن. حالا مثل که وقتی نوشته میاد یعنی خب ببینم کدوماش کوتاه‌تره. فرمودید که احادیثی وجود دارد متضمن تطبیقی که با ائمه انجام دادید. سند این احادیث، تفاسیر روایی همه این احادیث آوردن. بهار هم فراوان آورده. در درجه اول تفسیر برهان
در بعد تفسیر نور الثقلین، تفسیر صافی. دو تفسیر اول مفصل روایات را آوردن، تفسیر صافی هم آورده و بهار هم در ذیل آیات در قرآن میشه این روایاتش رو پیدا کرد. یک کتابی است به نام دلیل الآیات، یه جلد کتابه، از اول قرآن شروع کردن، هر آیه ای در ذیلش حدیثی هست آدرس دادن. اونجا هم من زیاد دیدم در جاهای مختلفی در ذیل این آیه روایت اومده. البته تا امام باقر رو دقیقاً تو متن روایات، بعدش یک کمی در روایات شاید نقل به معنا شده، گاهی اختلاف هست، ولی بعد از او رو ما با ظن قوی بیان کردیم، گفتیم که به نظر میاد مسئله ها دونه دونه دیگه ادامهش باید به این شکل باشه. منظور از خلقت بیدی در آیه 75 سوره صاد چیست؟ آیا خداوند دو دست دارد؟ در اون آیه اینه که خدا به شیطان خطاب میکنه که یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. چی شد که چیزی رو که من با دو دستم خلق کردم تو سجده نکردی، استکبار کردی یا از عالین بودی؟ در یه روایتی از امام صادق علیه السلام هست که فرمودن الید القدره، اصلا ید به معنای قدرته. دست رو که ما میگیم ید به عنوان مظهر قدرته، ما میگیم دست بالای دست بسیاره، معناش این نیست. قدرت بالای قدرت بسیاره. میگه من او رو به ید خودم خلق کردم، این یک معناست. ضمن اینکه ایادی در فارسی هم به کار میره، در عربی هم به کار میره، به معنای عاملان و عمال. میگن فلانی ایادی زیادی داره، نه اینکه دست که دوتا بیشتر نداره، یعنی عاملان زیادی داره. در سوره یاسین میفرماید که اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، مردم نمیبینن که ما از اون چه که ایادی ما خلق کردن چهار پایانی رو به وجود آوردیم و در برابر انسان اینها رو ذلیل و رام کردیم، فذللناها لهم. انسان ها به راحتی ازشون استفاده میکنن، شطور به او بزرگی افسارش رو بدن دست یه بچه 10 ساله، تا هر کجا بره میره دنبالش. میگه ایدینا، یعنی خدا برای خودش ایادی قائله، نه اینکه وجود خدا دارای دسته، یعنی خدا عاملانی داره برای اجرا. فرشتگانی که میان فرامین خدا رو در طبیعت اجرا میکنن ایادی خدا هستن. این معنی کنایی است و معنی به اصطلاح مجازی. آیا جمکران جزء این بیوت نیست؟ بعضی ها نقل میکنن جمکران پایه و اساس ندارد، چون شخصی در خواب دید. در اینکه جمکران پایه و اساس داره شکی نیست، چون خیلی از بزرگان علما اینا اونجا پایگاه توسلشون بوده. مرحوم آقای حائری که در زمان رضا شاه بود، گاهی هم حوزه به مخمسه میافتاد، گاهی اصلا پول نداشتن که مثلا شهریه طلبه‌ها رو بدن، میگن هر وقت گرفتار میشدن میرفتن اونجا میشستن، کار حل میشد، برمیگشت. ولی پایگاهی است که به عنوان اونجا هم میرفتن، گاهی هم به عنوان توسل به امام زمان علیه السلام. وگرنه هست معصومه در بین امامزادگانی که در ایران یقینا از همه اعظمن بدون شک، و حتی بعضی مقامات شبه اسمت برای هست معصومه قائلن. به هر حال اصل اینکه جمکران پایگاه قطعی شکی نیست، چون خیلی تأیید شد، اما جزء این بیوت نیست.
یعنی حرم هایی که گفتیم 6 تا هستن. البته حضرت معصومه رو که فرمودن در روایات ما گفتن که قم و حرم حضرت معصومه حرم اهل بیت، راجع به هیچ زیارتگاهی دیگه این تعبیر